بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی قدر، ما از این مختصری سیرت نبوی شریف صلی الله علیه و سلم در علم سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم قرار داریم که این تعریف زندگی نامه پیامبر صلی الله علیه و سلم و ذکر واقعه های حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم از مولودش تا وفاتش و همچنین در درس گذشته ما با همراهی شمایان در بیان ذکر اهمیت آموختن سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم گرفته بودیم و گفته بودیم که اهمیت آموختن زندگی نامه پیامبر صلی الله علیه و سلم این تطبیق کتاب الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است که ما حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم با تمام تفصیلش بیاموزیم، در عقیده، در عبادت، در معاملات، در اخلاق، در صلح، در حرب، در دعوتش، در جهادش. همه این مسائل، همه این قسمت ها را بیاموزیم و تعلیم بگیریم که یک سیاست نیکوی رسول صلی الله علیه و سلم در حرایت خود داشتند و ثمره های علم سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم را بیان کرده بودیم که این زندگی نامه پیامبر برای تمام ما و شمایان، برای تمام بشریت یک نموذج خیلی نیکوی است در مکارم اخلاقش، در کمال انسانیتش که مثل رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حیات کامل ترین انسان به هیچ وجه، در هیچ وجه، در هیچ جای نبود، در هیچ جای نبود. این موارد رو با همراهی شمایان ما از زندگی نامه پیامبر در درس گذشته گفته بودیم و گفته بودیم که زندگی نامه پیامبر صلی الله علیه و سلم برای انسان یک حیات زیبایی رو تقدیم میکند، چون رسول الله برای ما یک اسوه قدوه نیکو و بزرگی بودند صلی الله علیه و سلم. مرحله های آموزش آن و همچنین در بیان تربیت رسول صلی الله علیه و سلم ما درس های خیلی نیکویی میگیریم با همراهی صحابگان کرام رضی الله عنهم، همه آنها، الله از همه آنها راضی باشد. ما در قسمت اولی که در زندگی نامه پیامبر شروع کرده بودیم در عهد مکی را گفته بودیم، گفتیم که رساله پیامبر پیش از نبوت، قبل از نبوت گرفته بودیم و همچنین در بیان بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم بر مبعوث شدن به پیامبریش و هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم صحبت کرده بودیم. در بیان پیش از نبوت پیامبر صلی الله علیه و سلم صحبت ها کرده بودیم. بعد درس اول باز بگردید، در درس اول ما صحبت کرده بودیم از نسب پیامبر شروع نمودیم، پس نظر عبدالمطلب رو گفته بودیم، ذبح، در بیان ذبح عبدالله فرزندش رو، پدری پیامبر صلی الله علیه و سلم رو ذبح می‌خواستن بکنن و ازدواج عبدالله با آمینه و همچنین مولود به دنیا آمدن پیامبر صلی الله علیه و سلم در حالی که پدرشون هنگامی که مادری پیامبر آمینه حامله دار بودن پدرشون از دنیا گذشتن، 2 ماه بودن و به دنیا آمدن پیامبر صلی الله علیه و سلم و شیرخوارگوی او که از با دست حلیمه رضی الله عنها و حادثه‌ای که هنگامی که حلیمه رسول الله با همراهی حلیمه بودن از او شیر می نوشیدند، در اینجا حادثه‌ای رخ داده بود که شق صدر، شکاف کردن سینه پیامبر صلی الله علیه و سلم بود و قسمت های دیگری رو ما در این صدر در درس اول صحبت کرده بودیم و همچنین قسمت های دیگری که ما صحبت کرده بودیم حادثه خدیجه با ورقه بن نوفل و همچنین بیان بنیاد کعبه و همچنین کاهنان و راهبان از یهودیان و نصارا که در بیان رسول صلی الله علیه و سلم صحبت کرده بودند و بیم دادن یهودیان بر اینکه پیامبری می آید و همچنین درس های گذشته در بیان دعوت سیری رسول صلی الله علیه و سلم صحبت کرده بودیم، در دعوت پنهانی او که 3 سال این واقع شدگی بود و در این دعوت سیری رسول الله بسیار عذاب شکنجه ها کشیده بودند که هنگامی که 40 ساله بودند مبعوث به پیامبری شدند و هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم 40 ساله شدند الکی رسالت برای آنها آمدند. پیش از نبوت رسول صلی الله علیه و سلم گفته بودیم که سنگ ها، درخت ها بر او سلام میدادند و همچنین ابتدای نزول جبرائیل علیه السلام بر رسول صلی الله علیه و سلم و قصه پیامبر این واخوری با جبرائیل و با خدیجه، ابتدای نزول قرآن و همچنین گفتیم بعد که اولین سوره نازل می شود یک مدت وحی قطع می شود و همچنین ابتدای نمازهای 5 وقته، شروع شدن نمازها و همچنین بیان کرده بودیم در درس گذشته که جبرائیل علیه السلام طرز صفت وضو و طهارت و نماز رو با پیامبر تعلیم می‌دهد و اولین کسانی که از صحابگان کرام تسلیم شده بودند خدیجه بود، سپس علی بود، سپس ابوبکر صدیق و غیره از کسانی که تسلیم شده بودند. این قسمت رو ما در درس گذشته گرفته بودیم، در درس گذشته
و همچنین در بیان دعوت بر هجرت که اولین کسانی که هجرت کرده بودند بر حبشه رفتن و قصه هایی که در حبشه واقع شدگی بود، همه این قسمت ها رو ما درس گذشته گرفته بودیم. برای همین این درس ها رو خوب گوش بدهید، درس ها رو خوب گوش بدهید. اگر که ما زنده و سلامت باشیم باذن الله تعالی یک درس رو علاهیده میگذاریم، برای قطعی شما سوال جواب میکنیم. در این درس ها قطعی شما چیکار می‌نماییم؟ سوال و جواب خواهیم کرد باذن الله تعالی، اگر الله سبحانه و تعالی برای ما قوت بدهد. و امروز باشد چگونه که وعده کرده بودیم از این سیرت زیبای رسول الله صلی الله علیه و سلام، زندگی نامه شیرین پیامبر صلی الله علیه و سلام با همراهی شمایان در اینجا ما بنیاد موقع‌های خیلی زیبایی رو با همراهی شما میگیریم. اینکه گفته بودیم وفات ابو طالب و خدیجه که این دو شخصیت بنیاد رسول الله صلی الله علیه و سلام رو دستگیری و کمک میکردن، بنیاد کمک میکردن. ابن اسحاق میگوید که قال ابن اسحاق ثم ان خدیجه بنت خویلد و ابا طالب هلك فی عام واحد. ابن اسحاق میگوید که پس خدیجه بنت خویلد و ابو طالب هر دو در یک سال وفات کردند. هر دو اینها در یک سال وفات کردند. با البته که با تقدیر الله سبحانه و تعالی این کار رخ داد که آنها مرگ به سراغ آنها نآمد، چون آنها دو شخصیت بودند که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم کمک‌های خیلی بزرگی را می‌کردند، کمک‌های خیلی بزرگی را بر رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌کردند. می‌فرماید که پس مصیبت‌ها هنگامی که این دو شخصیت ابو طالب و خدیجه وفات کردند، پس مصیبت‌ها پی در پی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرود آمد. مصیبت ها پی در پی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرود آمد و با وفات خدیجه که برای او مثل یک وزیر صادق بود برای رسول صلی الله علیه و سلم در راه اسلام، شکایت های خود رو رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه بر خدیجه میکرد و خدیجه نور قلب پیامبر گشتگی بود، بر او دستگیری میکرد. و هنگامی که وفات عمکش ابو طالب که برای او پشتیبانی کرد، در خانه او پناه برده بود و ابو طالب محافظ رسول صلی الله علیه و سلم بود، یک محافظ قوی برای پیامبر صلی الله علیه و سلم بود ضد قومش. و این همه 3 سال قبل از هجرت او صلی الله علیه و سلم به مدینه رخ داده بود. همه این یعنی که وفات خدیجه و وفات ابو طالب، هر دو اینها این دو شخصیت 3 سال پیش از هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم رخ داده بود. حاضر کسی سوال کرده بود که خدیجه در کجا وفات کردن؟ در مکه مکرمه. پس چون ابو طالب از دنیا گذشت، قریش از رسول الله صلی الله علیه و سلم بر رسول الله آزارهای رساندند که هیچگاه در زمان حیات ابو طالب با او این کارو کردن نمیتونستند. ابن اسحاق میفرماید که فلما اشتكى ابو طالب و بلغ قریشا ثقله قالت قریش بعضهم لبعض. ابن اسحاق میگه که وقتی که ابو طالب بیمار شد و بیماری ابو طالب شدید گرفت، شدت یافت و این خبر بر قریش رسید، یعنی که از بیماری ابو طالب خبردار شدند، و آنها گفتند، یعنی که همین قریشیان حمزه و عمر اسلام آوردند و کار محمد در تمام قبیله های قریش پهن شد، یعنی که دعوت او صلی الله علیه و سلم پهن شد هنگامی که حمزه و عمر رضی الله عنه در دست گذشته گفتیم ما اسلام آورده بودند. پس گفتن که بیرویم نزد ابو طالب. این قریشیان هنگامی که مرگ بر سراغ قریش آمدگی بر سراغ ابو طالب آمدگی بود، نه که بیماری سخت شدگی بود، گفتن که پس بیرویم نزد ابو طالب بیرویم تا او از جیانش برای ما وعده بگیرد. یعنی ابو طالب از جیانش برای ما چکند وعده بگیرد. چی وعده؟ و فرمود که و او نیز از جانب ما کفالت بگیرد. وقتی که ابو طالب از جنش وعده بگیرد بر ما، اینکه دعوت نکنه به این معنا، و ما چیکار می‌نماییم؟ از جانب ما هم چیز یک کفالت بگیرد که ما محمد را آزار و اذیت مشقت نمیکنیم. و فرمودند که زیرا به الله سوگند ما اما نداریم که نفوذی نمیخواهند که همان نفوذشون را از دست بدهند، منصبشون را، جایگاهشون را. برای همین چوکدن در این بیماری ابو طالب نزد ابو طالب آمدند و در آنجا نشستن با او و با او صحبت کردند و گفتند که ما نمیخواهیم که این نفوذ ما از دست برود. پس این روایت، این قسمت یک تفسیر واضح است از یک لحظه احساسناک یا که حساسناک در زندگی پیامبر الله صلی الله علیه و سلم که این سال معروف بود، مشهور بود با سال حزن، که سالی که خدیجه با ابو طالب وفات میکنه، این سال را سال حزن، سال غمگینی اعلان کرده بودند. یعنی که دو بازوی پیامبر صلی الله علیه و سلم، دو بازوی بزرگی پیامبر صلی الله علیه و سلم، خدیجه و ابو طالب در یک سال از دست رفتند، وفات کردند. قال ابن اسحاق میگوید از ابن عباس قال، از ابن
عباس ابن اسحاق روایت میکنه مشوا الی ابی طالب فکلموه و هم اشراف قومه. ابن اسحاق از ابن عباس روایت میکند که آنها که اشراف زادگان سروران مکه قوم قریش نزد ابو طالب آمدند و با او صحبت کردند، سخن گفتند و گفتند که آنها همین کسانی که نزد ابو طالب آمده بودند عتبه ابن ربیعه بود از کلان قریش، شیبه ابن ربیعه بود و ابو جهل ابن هشام بود و امیه ابن خلف بود و ابو سفیان ابن حرب بود و دیگر مردان بزرگان قومهایشان در اونجا قرار داشته بودند. تمام بزرگان نزد کی رفتند؟ نزد ابو طالب رفتند. در اینجا آنها به ابو طالب گفتند ای ابو طالب تو در میان ما مقام و منزلت و جایگاه بلندی داری و معلوم است که حالت تو نیز طوری است که میبینیم، یعنی بیمار و پیر شده ای، ولیکن جایگاه منزلت مقام تو الکی در نزد ما معروف و مشهور است و گفتند که ما از عاقبت حالت تو میترسیم، از عاقبت حالت تو میترسیم. گفتند تو خوب میدونی که اختلافی که بین ما و جیانت محمد است پدید آمده است، پس او رو دعوت کن، یکی جیانت رو دعوت کن تا تو برای او از ما کفالت بگیری و برای ما از او پیمان بگیری. به ابو طالب گفته شدند به خاطر چیست؟ میگویند که تا او یعنی محمد از ما دوری بجوید، از ما دور شود و ما نیز از او دوری بجوییم. یعنی که یک کاری بکن تو امروز، یک پیمانی ببند که نه او سبب آزار ما شد نه ما سبب آزار او، یک پیمان شود و گفت که بر او صحبت کن، بر او بگو، بگذار که او کاری ما رو و دین ما رو رها کند، کاری باری ما رو دین ما رو رها کند، نسبت دین ما سخن نگوید دیگر و ما نیز کاری او و دین او رو رها کنیم، ترک کنیم، یعنی او ما رو بگذاریم ما او رو بگذاریم. و این سخنان نشانه آن است که سروران قریش دیگر تحمل پهن شدن دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم و دین اسلام رو نداشتند، صبرشون کاسه صبر آنها دیگر لبریز شده بود و ابو طالب که حمایتگر رسول الله صلی الله علیه و سلم بود با نرمی و خاموشانه رو آوردند، گویا اینکه می‌خواستند که مسئله اسلام رو با یک سازش، یعنی که با آنها با محمد نزد ابو طالب که سردار قبیله قریش بود که سخنش گویم که وزن داشت آمدن و می‌خواستند که چیز مسئله اسلام رو با یک سازش، با یک سازشنامه خاموش کنند، یگان راهی پیدا نمی‌کنند که مسئله دعوت اسلام خاموش شود. اما در اینجا تاریخ گواه است که حق نمیتواند با باطل سازش کند. این را فراموش نکنید، این نقطه مهم است که حق هیچ وقت با باطل یک جو جمع شده نمیتواند. هیچگاه دعوت حق از دعوت حق روی هم گرداندن نمی شود. می فرماید که فبعث الیه ابو طالب فجاءه فقال، پس ابو طالب یک کسی را بر فرود پیامبر فرستانید، یک کسی را برای فرستاندن برای آوردن پیامبر فرستانید تا که او را بیارن. و رسول الله هنگامی که آمد ابو طالب بر او گفت یا ابن اخی هؤلاء اشرف قومک قد اجتمعوا لك، گفت ای برادری، ای جیانم، ای برادری، ای پسر برادرم، اینا بزرگان قوم تو ان، اینها بزرگان و اشراف زاده های قوم تو ان، امروز برای تو آمدن، برای تو اینجا آمده جمع شدن تا چیزی را بر تو بدهند و چیزی را از تو بگیرند، یعنی که یک سازشنامه بین تو بین اینها باشد، یک عهد پیمان بین تو بین اینها باشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم این هنگامی که فرمود بله من از کلمه دارم، من از سخن هم دارم، گفتن یک سخن دارم، میخوام که بر آنها این سخن را بگویم، یعنی که این چیزی که من دارم میخوام بر اینها هم بدهم، اگر آنها این را قبول کنند این سخن من را بر تمام عرب حکمران میشوند و تمام ملت های دیگر بر شما اطاعت و فرمانبرداری میکنند. اگر این سخن ما را بپذیرند، این هدیه ما را بگیرند، در تمام عرب را حکمرانی میکنند و تمام ملت‌های غیر عرب از آنها اطاعت فرمانبرداری میکنند. ابو جهل در این هنگام گفت بله، با پدرت سوگند گفت، نه تنها یک بلکه 10 کلمه هم قبول داریم که از تو بشنویم و از تو بگیریم. رسول الله صلی الله علیه و سلم آنگاه که بود فرمود که آن یک کلمه که من میخوام برای شما بگم، اگر شما این را بپذیرید که تمام ملک و پادشاه‌های این عرب زیر دست شما میشود و تمام عجم غیر عرب تو رو شما را گوش میکند، شما را اطاعت میکند، این همین کلمه لا اله الا الله هست. یعنی هیچ معبودی بر حق جز الله نیست، هیچ معبودی بر حق جز الله عبادت کردن نشود، تنها تمام نوعهای عبادت از برای او صرف کرده شود و آنچه که غیر او را عبادت میکنید آنها را ترک نمایید، تنها الله را عبادت نمایید. این هنگام بود که همه آنها در خشم آمدند، در خشم و تعجب گرفتار شدند، دست به هم زدند و گفتند ای محمد آیا میخواهی همه معبودانمان را به یک معبود تبدیل بکنیم؟ چون در اطراف کعبه 360 بت بود، خدایان باطل بود. تو میخوای که ما همه این معبودان رو ترک نماییم و تنها با سوی یک معبود بر بگردیم؟ این کار تو چیز عجیب است. این سخن آنها در قرآن ذکر شده است. و این هنگام بود که بعضی از آنها به بعضی دیگر گفتند به الله قسم این مرد که محمد صلی الله علیه و سلم به شما چیزی از آنچه که میخواهید نخواهد داد.
اینکه آنچه که شما میخواهید به آن هرگز نمیرسید و نمیتوانید برسید. پس بیروید و بر دین پدرانتان بمانید، آشکار به دین پدرانتان بمانید تا الله میان ما و او داوری کند، حکمرانی کند. پس آنگاه بود که همه اینا پراکنده شدند، جدا شدند. فقال ابو طالب لرسول الله صلی الله علیه و سلم، این هنگام بود که ابو طالب به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت والله یا ابن اخی، قسم به الله ای جیانم، ای پسری برادرم، از آنها چیز سخت یا نادرست نپرسیده ای؟ نیاکا گفت قسم به الله ای جیانم، ای فرزند برادرم، تو از آنها یگام چیز سختی نپرسیدی، فقط یک کلمه رو گفتن، یک کلمه رو گفتن شما تمام مالکیت جهان رو به دست میآورید. پس وقتی که ابو طالب این سخن رو گفت، رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگام این سخن رو از ابو طالب شنید که گفت ای جیانم، ای فرزند برادرم، تو بر آنها یگام پیشنهادی سختی نکردی، چیز سختی برای آنها نگفتی، یک پیشنهادی ساده ای کردی برای آنها. وقتی که از ابو طالب این رو رسول الله صلی الله علیه و سلم شنید، یک امیدی بست صلی الله علیه و سلم که شاید ابو طالب امکش ایمان بیاورد. این هنگام رو به سوی امکش آورد و گفت ای امکم این کلمه رو بگو، ای امکم این کلمه رو بگو، بر زبان بیرون این کلمه رو، تو اینکه من با واسطه این کلمه در روز قیامت بر تو شفاعت کنم، شفاعت رو بر تو حلال گردونم، یکی سبب بخشیده شدنت بگردم. این قسمت یک از صحنه‌های بسیار معروف و مشهور است در سیره نبوی صلی الله علیه و سلم. آخران تلاش قریش برای معامله با پیامبر صلی الله علیه و سلم برای معامله باطل که آنها می‌خواستند اسلام را با سازش یک سازشنامه دنیوی عوض کنند، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم با استواری با اخلاص گفت کلمه حق، این کلمه لا اله الا الله راه است که جهانیان را از باطل و از فساد رها می‌بخشد و با سوی نیکی همه آنها را راهنمایی می‌کند. قال فلما راى حرص رسول الله صلی الله علیه، وقتی که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم حرص و خواهش زیادی خود را برای ایمان آوردن امکش ابو طالب نشان داد، امکش در جواب گفت ای جیانم، به الله سوگند اگر می ترسیدم که بعد من مردم به تو و به فرزندان پدرت ملامت و تهمت نکنند و گویند که من این سخن را تنها از ترس مرگ گفتم، البته آن را می گفتم، این کلمه را البته آن را می گفتم، من آن را گفتنی هستم تنها به خاطر آن که تو شاد شوی، از من خوشنود گردی. ولیکن تقلید از بابایان و سخنان آن جاهلان ابو طالب را وادار کرد که به این دینی پدرش بمیرد. وقتی که مرگ ابو طالب نزدیک شد، عباس برادر او به او نگاه کرد، به او نگریست و دید که لبانش حرکت دارد و گوشش نزد او آورد تا بشنود. گفت ای جیانم، یعنی ای محمد صلی الله علیه و سلم، به الله سوگند برادرم آن کلمه را گفت که تو او را امر کرده بودی بگوید. پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمود من نشنیدم. گفت من نشنیدم این کلمه را که وی بگوید. سپس ابو طالب به این حالت کفر و شرک از دنیا گذشت. این نقطه یکی از سخت‌ترین لحظه های حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. لحظه از دست دادن امکش که امکش او را بسیار در حیاتش کمک‌های سخت کرد، حمایت‌های بزرگی را برای او کرد، مال و ثروت دارایی‌اش را برای او داد، محافظتش کرد، از دشمنی قریش بر او از او دفاع میکرد، چون ابو طالب یک محبت عمیق بر رسول الله صلی الله علیه و سلم داشت. اما آن افتخارهای جاهلانه قبیلویی که در نزد جامعه قریش ها منتشر شده بود، این چیزها او را وادار ساخت که به دین گذشتگانش بگذرد. برای همین در اینجا وقتی رسول الله او را پیشنهاد کرد، او چی گفت؟ اگر نمی‌ترسیدم که مردم گویند از ترس مرگ گفتم، نه که تکیه به مردم کرد. این نقطه هم نشان می‌دهد که انسان نباید در برابر حق سخن مردم را نگاه کند. تو راه روش درست را انتخاب نمودی، راه روش درست را پیروی کردی، پس نباید دیگه سخن مردم را نگاه نمایی. و این تطیع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله، اگر تو بیشتر مردم را اهمیت بدهی، در سخن آن گوش بدهی، تو را از راه حق میزند. یعنی که این سخن ابو طالب بر این نشانه میکند که ابو طالب بر آن رساله پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان داشت، ولی آن را با زبان نگفت به سبب عزت قبیلویش، رسم و آیین زمانش. برای هم بیشتر از مردمی که گمراه میشوند رسم و آیین خود را نگاه کرده و عزت و شرف خود را نگاه کرده و منصب خود را نگاه کرده، از راه حق آنها منحرف میشوند و گمراه میشوند. برای همین این قصه، این نقطه برای ما خیلی یک درس عبرت عظیم میدهد. سپس بر اثر این فاجعه‌ای که شد، این فاجعه را عام حزن گفتند، سال غم و غصه معروف شد.
سپس سعی رسول الله صلی الله علیه و آله ثقیف یطلب نصرته، یعنی طلب یاری رسول الله صلی الله علیه و آله و رفتن او به ثقیف، سفر به سوی طائف. قال ابن اسحاق میگوید که ولما حلك ابو طالب نالت قریش من رسول الله صلی الله علیه و آله من الاذى ما لم تكن تنال منه في حیاته، فی حیات عمه ابی طالب. پس از آن که ابو طالب از دنیا گذشتند، قریش از رسول الله صلی الله علیه و سلم آزارهایی میرسانیدند که در زمان زنده بودن عمکش این کارا قادر توانه بودند، نمیتوانستند این کارا انجام بدهند. از این سبب رسول الله صلی الله علیه و سلم به شهر طائف بیرون شد و او صلی الله علیه و سلم به نزد قبیله های ثقیف، به نزد آنها رفت. به خاطر چیز؟ به خاطر کمک از آنها، تا که آنها رسول الله صلی الله علیه و سلم کمک نمایند، او را حمایت نمایند. آنها را برای حمایت خواند، دعوت کرد آنها را به سوی توحید تا با وسیله آنها از این دشمنان قوی قریش رهایی بخشد، در امان بماند، از آزار و اذیت آنها در امان بماند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم به سوی آنها رفت، بر امید داشت که شاید آنها پیام الهی را قبول کنند، به الله ایمان بیاورند، آن را بپذیرند و تسلیم شوند. و او صلی الله علیه و سلم به آنجا تنها رفت، به یگان کسی، به یگان عسکری به سوی آنها پیشه گرفت، تنها توکل به الله سبحانه و تعالی. این قصه آغاز سفر است از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم. یکی از سخت‌ترین سنجش ها در حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم این قصه بود. پس از دست دادن دو پشتیبان بزرگش، خدیجه رضی الله عنها و ابو طالب، رسول الله صلی الله علیه و سلم خود را تنها حس کرد، تنها ماند. با امید نصرت و کمک یاری به آن شهر طائف رفت، یک امید نو را بست، به آنجا حرکت کرد، به آنجا رفت. اما مردم طائف او را قبول نکردند. صلی الله علیه و سلم وقتی آنها را به سوی اسلام دعوت کرد، او را مسخره کردند و حتی سنگسار هم کردند. با وجود این قبول نکردن آنها و سنگسار کردن آنها، حتی ذکر می شود که چنان پیامبر الله را سنگسار کردند که کودکان همون قوم، همون قبیله، حتی کفش‌های پیامبر پر از خون شد، بدن پیامبر خونشار شد. با وجود این در دلش رحم بود، با آنها کینه نگرفت. و این سفر و این قسمت یک نمونه عالی برای ما و شماست برادران و خواهران گرامی، در بیان صبر و توکل رسول الله بر الله سبحانه و تعالی و بیان رسیدن این پیام و آزار اذیتی که از جانب مردم می‌بینی، در این صبر شکیبایی کردن، دعوت الهی برای او از دنیا و آنچه که در دنیا بود عزیزتر بود. قال ابن اسحاق، سپس ابن اسحاق میگوید که از محمد ابن کعب القرادی قال لما انتهى رسول الله الى طائف عمد الى نفر من ثقیف، هنگامی که وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به شهر طائف رسید و نزد گروهی از قبیله های ثقیف رفت، گروهی از ثقیف رفت که آن وقت آنها سروران و بزرگان ثقیف بودند. به نزد سروران و بزرگان ثقیف رفت. آنها 3 برادر بودند: ابو یلیل ابن عمرو، مسعود ابن حبیب. در خانه یکی از آنها یک زن قریشی از قبیله بنی جمح بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم نزد آنها نشست و آنها را به سوی الله دعوت کرد با تمام مهربانی و کمال. و آنها درباره این پیام حق که الله سبحانه و تعالی او را به آن فرستاده بود سخن گفت بر آنها و از آنها کمک و پشتیبانی خواست و در پهلوی او بر ضد نفرانی که مقابل بودند از قومش برخیزند، او را دفاع نمایند، او را کمک نمایند. اینجا بود که یکی از آنها گفت، از این سرداران قبیله، اگر الله تو را فرستاده باشد بگذار او پاره لباس کعبه را پاره کند. یعنی سخن او با شوخی و تحقیر بود، یعنی که شوخی کرد و تحقیر کرد دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم را، سخن رسول صلی الله علیه و سلم را. و دیگری گفت به الله سوگند که هرگز به تو سخن نمیگوییم، اگر راست میگوید یکی محمد راست میگویی و تو واقعا پیامبر الله باشی، پس بزرگتر از آن هستی که من به تو کمک نمایم یا که من به تو اجازه بدهم که تو سخن بگویی. اما اگر گفتن که اگر به الله دروغ میبندی، درست نیست که تو حرف زنی، با تو حرف بزنیم. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم از نزد آنها برخاست، دید که آنها مسخره کردند، آنها نپذیرفتند سخن سرور دو جهان صلی الله علیه و سلم را، در حالی که از نیکی و امید قبیله ثقیف دیگر ناامید شده بود صلی الله علیه و سلم. و گفتم اشاره که به آنها چنین فرمود، به آنها گفت پس از آن چیزی که کردید حداقل آن را مخفی بدارید. یعنی من به سراغ شما آمدم، شما را دعوت به سوی اسلام کردم و خواستم که از شما پناهندگی طلبیدم و شما را خواستم که از من دفاع نمایید. حداقل سخن ما را قبول نکردید، سخن ما را نپذیرفتید، حداقل این را شما پنهان بدارید، مخفی بدارید تا که به قریش نرود، به قریش این سخن نرسد. نگاه دارید و به مردم نگویید. گفتند پیامبر صلی الله علیه و سلم نمیخواست که قوم آنها
از این کار آگاه شود و آزار و اذیت پیامبر بیشتر بگردد و تحقیر او زیادتر شود. نمیخواست رسول صلی الله علیه و آله و این رویداد و اینجا نقطه می شود که اسطوره رسول صلی الله علیه و آله در این دعوتش و صبر او، صبر فوق العاده او صلی الله علیه و آله که از جانب الله بر او داده شده بود در سخت‌ترین زمان که تنها مانده بود، دست نگری نداشت، نزد آنها با امیدی رفت اما امیدش شکسته شد. اما به جای مهربانی کردن با او صلی الله علیه و آله او را مسخره کردند، به احترامی کردند و به احترامی پیشواز گرفتند. اما با وجود این رسول صلی الله علیه و آله حتی در چنین حالت هم از آنها و در حق آنها دعا کرد، نه دعای نفرت، دعای هدایت کرد. چون که امروز سوال شد که آیا در حق کسی در نسبت ما ظلم میکنه در حق وی دعای بد کنیم؟ حتی رسول الله در چنین حالت که برای وی شکنجه و آزار و اذیت آنان در حق آنها دعای نکرد. یکی از جاهای نورانی سیرت پیامبر صلی الله علیه و آله نشون میدهد که پیام اسلام تنها با صبر، با حکمت، با علم، با دانش گسترش می‌یابد، نه با کینه و انتقام و عدالت. بغض و کینه با عدالت. اما آنها مردم طائف به سخن پیامبر صلی الله علیه و آله گوش ندادند، بلکه کودکان خود را و غلامان خود را و آن کسانی که کم عقل بودند با آنها گفتند که پیامبر را تحقیر نمایید، او را دشنام دهید، مسخره کنند، مسخره کردند، هر چی فریاد زدند تا جایی که همه جمع شدند. تمام مردم قبیله جمع شد و او صلی الله علیه و سلم را از این طایف سر کردند، راندندش و او را سنگسار هم کردند که حتی کفشای پیامبر صلی الله علیه و پر از خون شد. بر یک کناری یک باغ او را راندند، سر کردند که این باغ عتبه ابن ربیعه و شیبه ابن ربیعه بود، باغ آنها بود، در حالی که این دو انسان در آنجا نیز حضور داشتند. در این هنگام بود که این گروه نادان ثقیف که از پی پیامبر صلی الله علیه و میرفتند آنها بازگشتند و پیامبر الله صلی الله علیه و سلم به زیر سایه تاک انگور که در آنجا قرار داشت در زیر این باغ در آنجا پناه برد و آنجا نشست صلی الله علیه و سلم و این دو برادر ربیعه و عتبه، دو برادر ربیعه، عتبه و شیبه بر او صلی الله علیه و سلم نگاه میکردند و آنها رنج و آزاری که از این احمقان مردم طائف رسول الله دیده بود میدیدند و میشنیدند و گفته می شود که آن حضرت در همین هنگام آن زنی را که از قبیله بنی جحوم بود در آن خانه گفته ما از قریشی ها آن را دید صلی الله علیه و سلم و با او زن که زن پیری بود با غمگینی سخن کرد و از صبر سخن گفت و گفت بگو ببین که ما از خویشاوندان تو چی تحقیر دیدیم، چی سخنهای شنیدیم. و این صحنه یکی از دردناکترین لحظه های دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم بود که با امید رفت اما ناامید با تحقیر و شکنجه و سنگ پرتایی برگشت. مردم طائف به جای پذیرفتن دعوت حق کودکان و غلامان را و دیوانگان خود را علیه او برانگیختند و با رسول الله صلی الله علیه و سلم که تنها بود با او بیرحمانه رفتار کردند و او را با سنگ ها زدند. با وجود این پیامبر صلی الله علیه و سلم نه لعنت کرد نه انتقام خواست از آنها، تنها کارش این بود که در زیر یک سایه تاک نشست، پر از خستگی، پر از اندوه، اما قلبش پر از رحم بود نسبت این مردم. و در اینجا بود که آن دعای معروفه که با اشک در قبیله طائف دعا کرد که در آن پیامبر صلی الله علیه و آله به جای شکست خوردن آنها از الله سبحانه و تعالی برای آنها پشتیبانی و رحمت را می‌خواست. فلما اطمأن رسول صلی الله علیه و آله فيما ذکر لی، می‌فرماید که هنگامی که وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله آرام گرفت و نشست این دعای را که چنان روایت می‌شود گفت اللهم الیک اشکو ضعف قوتی و قلت حیلتی و هوان علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین انت ربی الی من تکلونی. گفت ای الله پروردگار به سوی تو شکایت میکنم، از سستی قوتم پروردگار به سوی تو شکایت میکنم، از کمبودی تدبیر و ناتوانیم به سوی تو شکایت میکنم و از پستی من در نظر این مردم به سوی تو پروردگار من شکایت میکنم. ای مهربانترین مهربانها، تو پروردگار ضعیفان هستی و تو پروردگار منی. پروردگار من رو با کی میگذاری؟ با اون بیگانه ای که به چهره من با پستی به من مینگرد یا با دشمنانی که امر من رو بر او برتر قرار داده ای؟ پروردگار اگر بر من غضب تو نیست، ای پروردگار اگر بر من غضب نکرده باشی دیگری من پروایی ندارم، ولیکن عافیتی که برای من میدهی این برای من وسیع‌تر است و خوبتر است و پناه میبرم از تو ای پروردگار به نور وجهت، به نور چهره‌ات، آن نور چهره‌ای که اشرقت له ظلمات که تمام گمراهی ها تاریکی ها منور شد و دنیا و آخرت
صالح نیکو گشت. من ان انزل بی غضبک، اینکه پروردگار برای من غضب خود رو فراهم نسازی و برای من سخط تو بر من هم نآید و هیچ قوت توان نیست مگر به واسطه تو ای پروردگار. این دعا رو رسول الله صلی الله علیه و سلم کردند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در پیش این سخت‌ترین تیرگی نه درد خود را به مردم گفتند، بلکه فقیری خود را، نیازمندی خود را بر الله سبحانه و تعالی گفتند و اون نیایش کردند و در جای ظلم او سخن رحمت میگفت صلی الله علیه و سلم. در لحظه جفا اعتراف محبت میکرد که در این سختی ها افتاده بود. این برای ما عبرت است این نقطه که بعضی از مردم در حال سختی میافتند گمان میکنند که الله آنها را فراموش کرد، الله آنها را ترک کرد. ای بنده، این امتحان برای توست که از صابران هستی، از شاکران هستی. پس این دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم، دعای زیبای پیامبر برمیآید که اسلام پیام غضب نیست بلکه پیام صبر است، رحمت است، با تقواگری. این سخنان آن کسی است که شکست خورده بود ولی قلبش پر از نور بود، قلبش پر از نور بود. و در اینجا پس از این رسول الله صلی الله علیه و سلم در طائف آن سختی و آزاری که از آنها دیده بود، سختی هایی که از آنها دیده بود صلی الله علیه و سلم، این دو برادر معروف از بنی ربیعه، عتبه و شیبه، دیدند که چی حال به او صلی الله علیه و سلم رسیده است. در این هنگام دل این دو شخص، عتبه و شیبه، یک لحظه به او نرم شد. رحمشون آمد. دو این جوان، دو این صاحب باغ، بر رحمش در قلب آنها پیدا شد. و این هنگام آن غلام نصرانی که مسیحی که داشتند با همراه آنها بود که عداس نام داشت، به این غلام گفتند بیرو یک قطعه، یک شاخچه انگور، یک قسمت انگور رو بگیر و در این طبق بگذار و سپس این طبق رو با این انگور نزد همان مرد ببر، یعنی نزد محمد صلی الله علیه و سلم، و بگو که از این طعام، از این انگور بخورد. و این غلام که عداس نام داشت فرمان رو اجرا کرد، فرمان سردارش رو اجرا کرد، انگور رو در طبق گذاشت و نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آورد. تا پیش روی او صلی الله علیه و سلم این طبق رو گذاشت، گفت بخورید. رسول الله صلی الله علیه و سلم دست مبارکش رو بر آن انگور به آن طبق دراز کرد و گفت بسم الله، به نام الله. سپس آن را خورد. عداس هنگامی که این سخن را شنید، کلمه بسم الله را، و با تعجب بر روی او صلی الله علیه و سلم نگاه کرد و گفت به الله سوگند مردمان این سرزمین چنین سخن را نمیگویند. یعنی من از مردم این سرزمین این گونه سخن را هرگز نشنیدم. این هنگام بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسید از کجا هستی ای عداس و دین تو چیست؟ این هنگام عداس جواب داد و گفت دین من نصرانی هست، من نصرانی هستم و از مردم شهر نینو هستم، یک شهر. و رسول الله فرمود از دهه مرد صالح یونس ابن متا هستی؟ و در این هنگام عداس در تعجب افتاد، شگفت انگیز شد. گفت تو چگونه این یونس ابن متا را میشناسی؟ این پیامبر تو چگونه میشناسی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت اون برادر من است، او پیامبر بود و من نیز پیامبر هستم. آنگاه عداس پیش آمد و با عزت دل به سر مبارک رسول صلی الله علیه و سلم بوسید و دستها و پایهای رسول الله صلی الله علیه و سلم را در آغوش گرفته بوسه کرد. و این هنگام آن دو برادر عتبه و شیبه که از دوری نگاه میکردند دیدن این حالت رو دیدن. یکی به دیگری گفت نگر، غلام تو دیگر فاسد شد. وقتی عداس نزد آنها برگشت با او گفتند ای عداس، وای بر تو ای عداس، چی تو را وادار کرد که سر آن مرد را ببوسی و دستان پایهای آن را بوسه کنی؟ چی تو را وادار کرد؟ این هنگام عداس با تمام احترام بر آنها گفت ای صاحبان من، میدونید که در روی زمین کسی بهتر از او نیست. بهترین و مبارکترین و نیکوترین شخصیت است. او بر من چیزی را خبر داد که نمیتواند بداند مگر که پیامبر باشد. آنها گفتند وای بر تو ای عداس، مبادا این تو را از دین خود باز دارد. محمد نشاید که تو را از دین خود باز دارد، از دین تو باز دارد، به خاطر زیرا که دین تو از دین او بهتر است. پس اینجا یک امیدی بین تاریکی ها پیدا می شود. پس از آن همه سنگزنی ها و دشنام از میان تمام این دشمنان، الله سبحانه و تعالی با پیامبرش یک دل را در اینجا روشن ساخت. دین این غلام نصرانی را، عداس را روشن ساخت. وقتی که تمام درهای زمین بر روی او صلی الله علیه و سلم بسته شدند، الله از آسمان در هدایت را باز کرد و عداس در اینجا اولین شخصی شد که
از مردم طائف که بر رسول الله ایمان آورد بود. پس این لحظه نشون می‌دهد که رساله رسول الله صلی الله علیه و سلم پر از معجزه هاست. حقیقت است، نور است که دیرها را پر از نور میکند. حتی دل آن غلام را که یک کاسه انگور رو گرفته به نزد او آورد، این غلام قلبش در یک لحظه بر محبت پیامبر صلی الله علیه و سلم منور گشت. سپس امر الجن الذين استمعوا له و آمنوا به، قصه جنها، قصه آن جنهایی که به پیامبر الله صلی الله علیه و سلم گوش انداختند و بر او صلی الله علیه و سلم ایمان هم آوردند. ابن اسحاق میگوید که پس از آن که رسول الله صلی الله علیه و سلم از شهر طائف ناامید شد و به سوی مکه بازگشت، در راه در این وادی نخله رسید. نخله خرما رو میگن، درخت خرما رو. بر این وادی نخله رسید، یک وادی بود. سپس در میانه شب بود، برخاست و به نماز شروع کرد، برگزاشتن نماز. و این هنگام بود که گروهی از جنیها که الله سبحانه و تعالی آنها را در سوره جن یاد کرده است که از این وادی میگذشتند. این جنها از این وادی میگذشتند. ابن اسحاق میگه که شماره آنها چنان که به من رسیده است 7 نفر جنیهای از شهر به نام نصیبین بودند. 7 جنی. آنها هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم را در این نیمه شب دیدند ایستادند و با قرائت رسول الله صلی الله علیه و سلم گوش انداختند. و هنگامی که نماز رسول الله به پایان رسید، اینها به قومشان برگشتند و پیامبران خود را هشدار دادند و با پیامبر ایمان آوردند و قوم خود را هشدار دادند، مردم خود را برای حق دعوت میکردند. که الله سبحانه و تعالی قصه این جنها را بر ما در سوره احقاف و در سوره جن یادآوری کرده است که الله میفرماید و اذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن، تا قول الله سبحانه و تعالی و اذ قاموا ينذرون قومهم، که الله بر پیامبر گفت ای پیامبر یاد بیاور هنگامی را که ما گروه از جنها را به سوی تو روانه کردیم. آنها را الله فرستانید به سوی پیامبر صلی الله علیه و سلم تا با این قرآنی که بر تو نازل شده است این را گوش بدهند تا این آیه کریمه و چون برگشتند قوم خود را بیم دادند، آگاه کردند از این که ایمان آوردند. در سوره احقاف و همچنین در سوره جن الله سبحانه و تعالی می‌فرماید قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن، تا آخر قصه جن ها در این سوره جن، در سوره مبارکه از آیه 1 شروع می شود که بگو به من وحی شده است که گروهی از جن ها گوش انداختند و ایمان آوردند. تا پایان این قصه که در سوره جن این ذکر شده است. و این قصه هم این اسلام آوردن این جن ها و گوش انداختن این جن ها آیه های قرآنی را از زیباترین بخش های این سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. هنگامی که آدمان او را رد کردند، این هنگام بود که جنها عالم غیب به نزد او آمدند ایمان آوردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم تنها در وادی نخله نماز می‌خواند، همه زمین او را رد کرد، ولیکن اهل آسمان و جنها او صلی الله علیه و سلم را گوش کردند و بر او صلی الله علیه و سلم ایمان آوردند. عرض رسول صلی الله علیه و سلم نفسه الی قبائل. سپس ابن اسحاق میگوید که رسول الله صلی الله علیه و پیام خود را با قبیله های عرب پیشنهاد کرد. شروع نمود قبیله های عرب را یک یک آنها را تک تک آنها را دعوت کند. ابن اسحاق میفرماید که ثم قدم رسول صلی الله علیه و سلم مکه و قومه اشد ما كانوا عليه من خلائف والفراق دینه الا قلیلا من المستضعفین ممن آمن به. پس از برگشتن رسول الله از طائف بر مکه مکرمه، هنگامی که آمد رسید، در حالی که قومش سخت‌تر از هر زمانهای پیشتر دیده بر او واکنش نشان دادند، مخالفتی نشان دادند، دشمنی به دشمنی برخواستند. جز یک اندک از مردم ضعیفان مستضعف از مؤمنان که به او ایمان آورده بودند صلی الله علیه و سلم. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم در این موسم‌های حج و جمع آمدهای بزرگ قبیلوی که میشد در مینا و دیگر مکانها می آمد و در این جایها این فرصتها را استفاده می برد و پیام حق را به قبیله های عرب می رسانید، آنها را به الله می شناسانید، اعلان می کرد که او پیامبر فرستاده شده از جانب الله سبحانه و تعالی است تا آنها به سوی این نور راهنمود شوند، تصدیق کنند، هدایت بیابند، این پیام الهی را آشکار بسازند. قال ابن اسحاق می فرماید که عن ربیعه ابن عیاد قال، از ربیعه ابن عیاد روایت است که قال گفت انی لغلام شاب مع ابی بمینا. میگوید که ربیعه ابن عباد روایت میکند، یعنی میگه من یک جوان پسری بودم، جوان یاش بودم
که با پدرم در مینا در آنجا حضور داشتم. رسول الله صلی الله علیه و سلم نزد خانه های این قبیله ها می رفت و چنین می گفت: ای فرزندان فلان، من پیامبر الله هستم، به سوی شما فرستانیده شدم. الله شما را امر میکنه که تنها او را پرستش کنید و هیچ چیزی را با او شریک نسازید. از این بت‌ها دوری بجویید، به من ایمان آورید، من را تصدیق نمایید، چون این راه من راه هدایت است، تا آنچه را که الله من را به آن فرستانیده است برای شما بیان کنم. این غلام میگوید که این پسر بچه میگوید که اما در پس سر آن حضرت اینه که رسول صلی الله علیه و یک مرد بود که چشمان این مرد کمی کج بودند و چهرهش روشن بود، دو زلف دراز داشت و لباسی یمنی داشت بر خود. هرگاه که رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوت را بیان میکرد، این شخص می ایستاد و با آواز بلند می گفت: ای فرزندان فلان، این مرد شما را میخواند، این مرد از شما میخواهد که شما لات و عزا و ترک نمایید و از پیمانتان با خویشاوندانتان و قبیله هایتان بر بگردید. شما را دعوت میکند به دین و راه گمراهی. ای مردم، هرگز او را گوش نکنید و به سخنش توجه ننمایید. این پسر بچه این را نقل میکند، میگوید که ربیعه میگه که از پدرم میگه من پرسیدم: ای پدر، همون پسر در آن مینا قرار داشت که این شخص کیست؟ این کی است؟ این کیست که به دنبال او میرود و سخن او را انکار میکند، سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم را؟ میگوید ربیعه میگوید پدرم به من گفت این عمک توست، ابولهب. میگه عمک پیامبر صلی الله علیه و سلم ابولهب ابن عبدالمطلب است. این که رسول الله هنگامی که دعوت رو شروع میکرد آنها رو دعوت مینمود، این ابولهب از پشت پیامبر سخنان زشت میگفت و دعوت به صد راه دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم میشد. این هنگام و در این حالت رسول الله صلی الله علیه و سلم به سخنان آنها گوش نمیداد، استوار بود و با امید رحمت الهی دعوت میکرد. اگرچند این ابولهب مسخره میکرد و مانع میشد، ولیکن رسول صلی الله علیه و سلم نه از تحقیر میترسید نه از تنهایی خسته میشد. با یک آداب عالی، با یک محبت و اطمینان به آن خیمه ها میرفت. هر قبیله رو، هر کسی رو به سوی حق دعوت میکرد. پس این همین دعوت پاک پیامبر صلی الله علیه و سلم دیرتر در میان همه قبیله ها دیگر پهن شد. گروهی از آنها ایمان آورد، گروهی از آنها با دل پاک داخل اسلام شدند و بعدتر بر اساس هجرت، بعد آنها که هجرت شد، دولت اسلامی را ساختند در مدینه منوره که در این قسمت آغاز اسلام آوردن انصاری ها مردم مدینه، یعنی که آنها به سوی حج می آمدند و این دعوت پیامبر الکی در مدینه منوره رفته رسیده بود و مردم از آنجا آمده بودند و اسلام آورده بودند. پس در اینجا شروع می شود آغاز دعوت اسلام، یعنی آغاز اسلام آوردن مردم انصار مردم مدینه منوره که در اینجا توقف می نماییم از اینجا که انصاری ها چگونه اسلام می آورند و چگونه دعوت خود را شروع می نمایند و چگونه چی کارنمایی و چی صحابه ها در آنجا اسلام می آورند. این را ان شاء الله که اگر که زنده باشیم، سلامت باشیم، درس گذشته با همراهی شمایان خواهیم گرفت باذن الله تعالی.